سلام، صبح بخیر دوستای عزیز. گفتم براتون یه لایو دلی یا یک لایو معمول و چون تا مقصد میخوام برسم، البته بنزینم ندارم، هر جا که پمپ بنزین دیدم دیگه میزنم کنار. شما هم باتون یه صحبتی میکنم. دوستانی که توی دوره‌های 0 تا 100 شرکت کردید و دوستانی که توی دوره‌های جیره نویسی یا چه میدونم دوره‌های دیگه تشریف دارید، این نکته براتون بسیار بسیار اهمیت داره. لطفاً کاغذ و قلم رو بردار و بنویس. ببین، یکی از دوستان دیروز صادقانه از من سوال کرد و من هم مجبورم صادقانه اینو پاسخشو بدم، که گفتش که ببین رفتم یه داروخانه دامپزشکی گفته که این محرک رشد رو داریم برای خوراک دام. خب و این محرک رشد نگاه کن توش اسید آمینه هست. خب و این اسیدهای آمینه خیلی میتونه کمک میکنه به رشد دامت و از این چیز بگیر، از این محرک رشد بگیر. حالا اون چیز چی بود؟ اون ساشه‌ای که این آقا خواسته از داروخانه خواسته بگیره و بده به چیز، به من زنگ زد قبلش، گفتش که آقا من استفاده بکنم یا نه. حالا اون ساشه چی بود؟ مولتی اسید آمینه. خب درست هم هست. من و شمایی که یک کوره به قول معروف سواد بدنسازی هم داشته باشیم، خب میدونیم که توی باشگاه بدنسازی در انسان کلی اسید آمینه در طول ماه مصرف میشه و کسی که میره بدنسازی مسلماً اگه اسید آمینه مصرف نکنه یعنی هیچ علافه. خب این علاف بودن و استفاده نکردن از اسیدهای آمینه، حالا مجاز داریم غیر مجاز داریم، هورمونای رشد کاری ندارم بینش، ولی این شنیدن واژه اسید آمینه خودش تحریک کننده ذهنه، چه برای من دامدار چه برای من مرغدار فرق نمیکنه. اسید آمینه داره، به به چی از این بهتر. حتما گوسفندام چاق میشن. نکته اینو تا اینجا این سکانس رو داشته باش، این سکانس این داستان رو داشته باش. یه برگشت یه فلش بک میزنم به زمانی که خودم مطب داشتم. زمانی که من مطب داشتم یه دونه محصولی وجود داشت به نام ویتاسید، مال شرکت داملوران بود. الان زاگرس فارمت شده، اون زمان داملوران بود، مال بروجرد، یه شرکت بسیار درست حسابی. این مولتی اسید آمینه، ساشه های مولتی اسید آمینه مولتی ویتامین بود به علاوه اسیدهای آمینه. بعدن اومده بودن چیکار کرده بودن؟ اومده بودن نوشته بودن برای مصرف دام هم قابلیت استفاده داره. حالا پروانه‌شو به شکلی گرفتم آقا مثلا برای گوساله، برای فلان کار ندارم. من خودم از اون موقع، یعنی من تو تمام نسخه هام که طرف می اومد پیشم مولتی اسید آمینه رو می نوشتم، ویتاسید رو می نوشتم یا میکروویت رو می نوشتم. میکروویت هم عناصر کمیاب بود به علاوه مواد معدنی. دوستایی که مرغداری داشتن یا اون زمان دامداری داشتن میدونن یه زمانی اینا خیلی فروشش زیاد بود توی چیز. حالا اینها محلول ها و ویتامین ها و اسیدهای آمینه محلول در آب بودند. خب و این محلول های این پودرهای محلول در آب چیز داره، پودرهای محلول در آب خب طبیعتا نمیشه با خوراک قاطی بشه دیگه. خب و قاعدتا باید توی آب مصرف بشه. خب چه داستانی بود؟ داستان این قسمت دوم داشته باش. قسمت سوم اینه که بعد از این که من علاقه زیادی به جیره نویسی نداشتم، مثل همه دامپزشکا که متنفر، الان چند تا دامپزشک تو این قطعا تو این لایو هستن چون بیشترین طرفدارای من دامپزشکان، چند تا علاقه ای نداشتم به جیره نویسی و مسائل تغذیه‌ای. برای تو دانشگاه هم به دامپزشکا خیلی سرسری مسائل جیره نویسی تدریس میشه، خیلی، چون واقعا قرار نیست که دامپزشک جیره هم بنویسه، باید سر در بیاره از تا حدی که فیزیولوژی یک حیوان سالم چی میگه، تا اون حد باید بداند و بیشتر از اون لازم نیست. بعد جالبه که خیلی نکته مهم، جالبه که وقتی که یه دوره آموزشی رو رفتم خارج از ایران، تازه متوجه شدم، اون موضوع مال 15 سال پیشه مثلا، خب
تازه متوجه شدم، اونم دوره اجباری بود. خب یعنی اجباری که بذار برات توضیح بدم چی شد. این نمایشگاهی بود، نمایشگاه اسپیس اگه اشتباه نکنم، خب تو فرانسه. در کنار این نمایشگاه چند تا دوره آموزشی هم گذاشتم. ما بیکار بودیم با دوستم، جاتون خالی، کلی هم غذا خورده بودیم، گفتیم حالا تا زمان رفتنمون جابجا شدنمون میرسه بریم بشینیم تو این کلاس، حداقل گرمه چون هوا خنک بود، سرد بود تقریبا. هیچی، خیلی جالبه. توی شهر رن بود، رن شهر نمایشگاهیه، کار ندارم. اونجا دیدم این آقا داره یه چیز دیگه ای میگه. این داره میگه اسیدهای آمینه اگه پوشش دار نباشن توی شکمه میشکنن. ویتامین ها به خصوص ویتامین C که ما خیلی دوستش داریم در بیماری ها، ویتامین C به محض ورود توی شکمه اوت میشه. خب یا ترکیبات گروه B، ویتامین های محلول در آب، B1 B2 نیاسین کالپا، تمام اینا جریانشون چیه؟ اینا هم هیچی. من یه دفعه یاد کار خودم افتادم که یعنی من دامپزشک نمیدونستم که مثلا این مولتی اسید آمینش هیچیش نمیرسه. بعد از اون تازه اینو داشته باش، میخوام اشتباهات خودم رو به عنوان یه دامپزشک بهتون بگم. خب اشتباهات خود من به عنوان یک دامپزشک ایناست. حالا چه برسه به توی دامدار که ما که تو خطیم به اصطلاح مثلا ادام میشه تو باقیم. ببین چه اشتباهاتی ممکنه داشته باشم دیگه. تو که دیگه اصلا نه دنبالش بودی و نه حوصله‌شو داری و نه حال میکنی با مسائل فنی و نه اصلا شغل چیز دیگه بود اومدی دامداری کردی یا اصلا پدر در پدر مثلا دامدار بودید. خب اون دیده این که من این کارمو چون من ماشین دارم بهترین راننده دنیا، من چون گله داشتیم چندین سال پس بهترین دامدار دنیا هستم و این منم، خیلیاتون اجازه نمیده که درست فکر بخواید بکنید. آقا ما بلدیم اینو، این رشته رو همه چیزشو. بعد مثلا میبینی یه سوال ساده ازش میپرسی چه حالیش نیست. در نهایت اینو میخوام بگم، ببین من به عنوان دامپزشک نمیدونستم. خب اونجا یه تکونی خوردم، اونم خدایا، یعنی بعد اونجا توی اون مبحث چون بحث میکسینگ و دوزینگ هم اومد جلو، بازم یه مسئله دیگه پیش اومد. اون دوزی که میزانی که در یک ساشه مولتی اسید آمینه وجود داره، مثلا اسید آمینه آرژینین خب محرک پیشتاز محرک رشده. سوماتوتروپین رو بعد از یه اسید آمینه آرژینین یه خود تغییرات که میکنه سوماتوتروپین میسازه. سوماتوتروپین هم میدونید که همون سومایی که بدن سازا میزنن و هم عضله سازه، هم خلاصه چیز خیلی خوبیه، هم چربی سوزه. سوماتوتروپین در عضلات و کبد تبدیل به سوماتومدین میشه و سوماتومدینه که روی عضلات و جاهای دیگه اثر میکنه. حتی در رشد استخوان‌ها سوماتوتروپین اثر داره. رشد طولی رو قبل از بسته شدن صفحات استخوانی افزایش میده و هزار تا خاصیت دیگه. ما با این کاری نداریم. خب من به عنوان یک دامپزشک میگم خب اوکی، بیا سوماتوتروپین آرژینین رو که پیشتر سوماتوتروپینه بیام اینجا ناخودآگاه میرم به دام رشد میکنه، دامدارم از من راضی میشه دیگه. ما که نیتمون در کلینیک خیره همیشه. خب میگم آقا بذار دامش زنده بشه، بذار چاق بشه، بذار گنده بشه، بذار استخون بتره کنه به اصطلاح. در نهایت فهمیدم که وقتی که دوز رو رفتم مطالعه کردم بر اساس جدول NRC، بعدها جدول NRC جدولی است که رفرنسه، خب مرجعه، میگه آقا اینقدر میلی گرم در روز برای این حیوان اسید آمینه آرژینین وجود نیاز داریم، اینقدر لیزین، اینقدر متیونین، اینقدر سیستئین، اینقدر این. کاری ندارم، یه عالمه هست. خب وقتی که شما به نگاه بکنید
میزان آرژینین مثلا یا میزان متیونین، اینا خیلیشون اسیدهای آمینه محدود کننده است که چه مباحثی داره، مباحث شیرین. وقتی بهتون میگم بیاید دوره 0 تا 100 ثبت نام کنین، همه اینا دوزاریتون میفته که ما کجاییم، دنیا کجاست. اسیدهای آمینه محدود کننده رشد میگی خب بیا بهش اسید آمینه میرسونم دیگه. اوکی، جو مثلا لیزینش ضعیفه، از بابت لیزین ضعیفه، اوکی چه اشکالی داره من بیام مصرف کنم. دوزش اینقدر کمه که اصلا خندتون میگیره. مثال میزنم، اگه قرار باشه 1000 میلی گرم در روز از فلان اسید آمینه وارد بشه به بدن اون دام، چقدر میرسه؟ مثلا 2 میلی گرم هست. اینقدر تفاوت داره. از همه بدتر من به عنوان دامپزشک اشتباه بزرگم اینو خیلی از دامدارا اشتباه میکنن. خب من میگفتم آقا چون میگفتم تو آبه بریز تو آبشون، حالا همه بخورن. خوبه این کارو خیلی‌ها میکنن، یعنی از هر 10 نفر که به من میزنن 5 نفر به من زنگ میزنن، 5 نفرشون همینه وضعشون. خب بریز تو آب حیونا بخورن. خب اصلا خیلی از ویتامین ها، خیلی از اسیدهای آمینه پایداریشون در آب بسیار بسیار کمه. خب یعنی شما میریزی تو آب، مثلا حیوانه 6 ساعت میمونه که بخواد بخورتش. یا اینکه خیلی از دامدارا چیز داره، شناور داره آبخوریاشون. خب این شناوره دائم آب کلردار رو داره تزریق میکنه به این دیگه چیزی نمیمونه از اون ویتامین یا اسید آمینه یا غیر و ذالک. پس اینم باز میمونه. بعد از همه بدتر زوردار و بیزور هم از اون گندهه میاد. اینا که دیمی دارن کار میکنن خیلی‌ها، مثلا گوساله 600 کیلو با گوساله 300 کیلو یه جا دارن آب میخورن، اون میاد مثلا 10 لیتر از این آبو میخوره. خب نمیتونه که بهشون بگه آقا گاوه جناب عالی از این اینقدر بخور، از اون اینقدر بخور. خب گاو بعد اون 600 کیلو میاد مثلا 10 لیتر آب میخوره، اون کوچیکه میاد مثلا 2 لیتر آب میخوره. خب تو هم که یه محلول یه نواخت رو تقسیم کردی، درسته؟ یه محلول یه نواخت. میخوام اینو بهت بگم، همه اینا رو برات توضیح دادم خب تا یه موضوعی رو قشنگ برات جا بندازم که کل سیستم پرورش بر اساس هزینه فایده تنظیم شده. خب این هزینه فایده خودش تعیین کننده این موضوع است که اصلا ما این کار رو انجام بدهیم یا ندهیم. خب اصلا ما پرورش بدهیم یا ندهیم، اصلا استوب کنیم، اصلا بیخیال بشیم، چه کار کنیم، اصلا این درسته، اصلا درست نیست. این میگن کاست بنفیت یا همون هزینه فایده. خب این هزینه فایده است که به ما میگه از کدوم محرک رشد استفاده کنیم. خب استفاده از محرک های رشد، استفاده از ویتامین ها، استفاده از مواد معدنی، استفاده از اسیدهای آمینه عبوری، چیزهایی که در 10 سال ببین از نظر من تغذیه چی، خب که احساس میکنم خیلی تو خط تغذیه هستم، احساس نمیکنم واقعا هستم، احساسم هم درسته به نظر خودم، دارم خوراک تولید میکنم، جیره مینویسم، نمیدونم دامپزشک کردم، خلاص کار ندارم، خودم دامداری دارم، تو دامای خودم دارم همه اینا رو امتحان میکنم دیگه. کی این همه اینا رو در کنار هم داره؟ بنابراین همه محرک های رشد، همه ویتامین ها، همه مواد معدنی فقط بر اساس هزینه فایده تنظیم میشه. من یه طرحی رو گذروندم براتون توضیح بدم، یه طرحی رو گذاشتم برای خودم، پن بندی کردم، یعنی تقسیم بندی کردم چیزهای مختلف و حیوانات مختلف و جاهای مختلف. مثلا توی دامداری به هر سری با یک محرک رشد رفتیم جلو. خب من این کارو بذار حقیقتشو بهتون بگم، این خوراک طلایی خود به خود همینجوری رو معده از تو اینترنت دانلود نشد، یا فلان آقای جیره‌نویس بر من ننوشت یا خودم ننوشتم. خب چون که خیلیا سیس جیره‌نویس میگیرن از این نامدارا، مثلا یه کلاس جیره‌نویسی مثلا ارزون قیمت میرن و بعد میگن خب حالا بشینم ضرب و تقسیم، 1000 تا ریزه‌کاری داره. بعد تازه ریزه‌کاری‌ها رو انجام دادی بعد بری امتحان کنی.
همین خوراک طلایی رو مثلا میزان مصرف ما برای که بتوانیم میزان مصرف یونجش رو صفر کنیم، خب چون الان گرونه دیگه، از این به بعد بدتر هم میشه. امسال به خصوص همه کشاورزا خودتون میدونید همه کشاورزا به جای اینکه برن محصولات آبی مثل یونجه رو بکنن رفتن سراغ گندم، چون گندم قیمت تضمینش رفت بالا. خب کسی جو هم نکاشته آنچنان، پس وضعیت جو هم بدتر از این خواهد شد. چرا دولت با جای خارجی میاد جبران میکنه، میاد تنظیم بازار میاد، نمیذاره که خیلی زور بیاد به قشر دامدار. بازم خوب اگه دولت تنظیم بازار این کارو نمیکرد که هممون کله شده بودیم الان جو کیلو 25000 تومان بود، چون 2/3 مصرف کشور بیشتر 3/4 مصرف کشور وارداتیه دیگه. اگه واردش نمیکنن، یعنی ببینید وقتی میگن آقا تنظیم بازار گوشت و قیمتشو تنظیم کنیم، آدم والا غریبه که به قول معروف بینمون نیست، همتون کارآموزای خودمین یا مثلا مشتری خوراک طلایی هستین. خب تنظیم بازار همه جا تنظیم بازار میکنه، از این میگه گوشت و ارزون نگه داریم، از اونم میاد چیکار میکنه، میاد خوراک، میاد نهاده ها رو به صورت دولتی در اختیار جناب علی بنده قرار میده. خب این خودش تنظیم بازاره. اگه نه جوفه کردی کشاورز میذاشت من و تو با قیمت 10-11 تومن 12 تومن جو بخریم، نه خیر میبردنش بالا. خب در نهایت عرضم اینه که من تمام محرک‌های رشد امتحان کردم. خب اونهایی که با من توی بازار، ما تعداد محرک‌های رشدمون که توی بازار وجود داره خیلی بی نهایته، نمیرسیم. خب معروف ترین، این که به نظر میرسه موثرترین، خیلی از اونهایی که ادعای محرک رشدی رو داشتند از این چیزا، از این محرک‌های رشد دامی، هیچی نبودن، آشغال بودن. خب واقعا به درد نخور بودن، یعنی هیچ تأثیری نداشتن. خیلیشون فقط بو و طعم بودن. اونم بو و طعم برای کی؟ برای من دامدار. خب یه محصولی استفاده میشد، خب بایوسترانگ 510. بایوسترانگ 510 گفتن که برای طیورم مصرف میشه. من کلی ازش به مقدار فروختم یه زمانی و کار میکردم، ولی در نهایت این بایوسترانگ 510 خدمتت بگم که داستانش این بود. اصلا وقتی که توی یونان جزیره کرت اگه اشتباه نکنم اونجا دعوت بودیم، متوجه شدیم که اصلا بایوسترانگ 510 برای خوک فرموله شده، نه برای گاو و گوسفند، نه برای طیور. حالا اومده بودن یه تغییر کوچولویی بهش داده بودن، بوی خیلی خوبی میداد، بوی نعنا فلفلی و چیزای دیگه، ولی خب در نهایت مثلا من خودم به من بگم بایوسترانگ 510 بیا مصرف کن برای دامت، من نمی کنم این کارو، یا بیا فلان چیزو مصرف کن، من نمیام مصرف کنم، چون بیشتر وارد کننده ها دوستای منندی، بالاخره سر کار داشتم تو این چند اسم خاصی رو نمیخوام بیارم. ولی واقعیت موضوع اینه که خدا وکیلی نمیشه از هر چی که به دستت میرسه استفاده کنی. خب نمیشه که فکر کنی که نه همه چیزی که توی بازار هست به درد نخوره. این خیلی مهمه. محسن مرادی عزیز، سلام میسم. بنابراین فقط هزینه و فایده مهمه در مورد خوراک خودم، در مورد کار خودم. دوستایی که میگه دکتر نگاه کن به کامنت ها، باشه نه الان دیگه باید نگاه کنم. آره اگه فوشی هم دادین به خودتون، هر کی فوش داد به خودش. چون وقتی من کامنت ها رو نگاه نمی کنم میبینم که مثلا یک کسی حال شوخی میکنم، ولی واقعیت اینه که همش بر اساس هزینه فایده ساخته شده. خب این هزینه فایده است که باعث میشه که آدم بگه خب اوکی این چیز رو من مصرف کنم یا نکنم. من میتونم تا چند دقیقه به اندازه 5 دقیقه سوالاتتون رو جواب بدم. دوستاش نمیدونم اینو سیوش سجاد کیانپور عزیز سیوش بکنم یا نه. حالا این هزینه و فایده رو روی کاغذ بنویس برای اینکه منعقد به قول دفترخونه چیهای قدیمی صحبتم رو منعقد کنم. مرسی مهدی عزیز، خوبین؟ هر شبت بابایی میگه پشت ندادن. ببین روی کاغذ میگن جدول تی، یه دونه تی مانند بکش. خب این جدول تی مانند یه طرف بنویس هزینه، یه طرف بنویس فایده. خب چه هزینه ای رو در دامداری کنم الان من؟
چه هزینه‌ای رو بکنم. مهدی رستمی الان استاد این کاره دیگه. چه هزینه‌ای رو بکنم که اون طرف فایده کافی، مثال 10 میلیون تومان من میخوام بیارم توی، مثلا 100 میلیون تومان میخوام بیارم. از این 100 میلیون تومانی که میخواد بیاد توی دامداری کدومش برای من فایده است؟ آیا این 100 میلیون تومان رو بیام مثلا 4 تا میشه هترو بخرم مثلا دیگه، یا بیام برم 100 میلیون تومان رو مثلا 7 تا بره افشار پرواری بخرم، یا 3 تا بز سانن بخرم، یا مثلا بیام تغذیه اون گوسفندایی رو که دارم افزایش بدم. آیا اصلا 100 میلیون تومان رو برم سویا بخرم بذارم گوشه انبارم استفاده کنم؟ همه اینها گزینه هاست. حالا شما هر کدومتون به سلیقه خودتون میتوانید. آیا برم این 100 میلیون تومان 35 میلیون تومانشو بدم فن برای زمستون؟ آیا چه کنم؟ درست؟ آیا واقعیتش اینه که ما چه کنیم؟ تمام اینها رو با جدول تی میتونیم. حالا خیلی از چیزها رو به قول این دوستمون آقای نجفی بود فکر کنم، آره بس ببینم، مهدی نجفی، آره به قول مهدی نجفی الان قیمت به قول ایشون داره افت میکنه، ولی یه قسمت دومش هم باید نگاه کنید. دیروز با یکی از دوستا به اسم آقای براتی اگه اشتباه نکنم تلفنی حرف می‌زدم، میگفت چه کنم؟ ببین واقعیت موضوع اینه که ما در بی‌نظمی منظمیم. ما در بی‌نظمی در این مملکت منظمیم، یعنی کل مملکت تو ترافیک رو نگاه کن چقدر یک بی‌نظمی وحشتناک، ولی چون همه بی‌نظمن خب منظمیم دیگه، پس کسی چیز نیست. در مورد دامداری هم همینطوره. ما در افزایش قیمت ها ناچار و ناگزیریم. تورم 40% نقطه به نقطه وجود داره، اونم طبق اعلام بانک مرکزی. تورم 40% نقطه به نقطه همه نهادها را هم اینا زرنگن، خب نمیان بگن آقا مثلا فلان قلم خوراکی یا فلان قلم دارویی مثلا 100% افزایش پیدا کرده، میان میانگین میگیرن و با زرنگی باز هم بگم این میانگین رو بر اساس نهادهای وارداتی هم انجام میدن. یعنی در واقع میاد با دلار 28800 که نیمایی باشه اگه اشتباه نکنم، میاد چیز وارد میکنه، خب نهاده وارد میکنه شامل سویا و ذرت و بعد میان میانگین اینو در نظر میگیره. میانگین این خب خیلی پایینه. تو اگه راست میگید جلوشو ول کن ببین چه بلبشویی میشه و چه تورم وحشتناکی ایجاد میشه. درست هم هست از بابت فنی، از بابت فنی بهتره بگم، خب و اقتصادی درسته. باید میانگین واقعی موجود رو بگیری و اعلام کنی. درسته همین اتفاق افتاده، ولی نکته چیه؟ نکته اینه که با نوسان ما رو به بالا هستیم. این که این نوسان رو به پایین به قول منطقه کردنشین همین کرمانشاه و سنندج اینا میگن یه دفعه نامدلش اومد پایین، یه دفعه بترسن و بیان، خب تا یه خورده یه نوسان ایجاد میشه همه حمله میکنن، احساسی برخورد، همه حمله میکنن میرن دامشون رو میبرن تو میدان ها که بفروشن، یا یه دفعه هیچ کس دیگه دام نمیفروشی، یه دفعه قیمت میره بالا. این احساسی برخورد کردن حاصل این تفکره که جوانهای قدیمی ها اگه یادتون باشه اگه دام داشتن نمیفروختن به هیچ قیمتی. خب الانی ها امروزی ها جوانایی که الان دامدار هستن فکر میکنن دامداری یعنی بورس، مثلا نوسانگیری میخوام بکنن، خب مثلا فکر میکنن خب تا داره میاد پایین ما بفروشیم، میره بالا و ما بخریم. خب نمیشه. کل مملکت تو کل دامدار چندین میلیون نفر همینجوری بخوام فکر بکنن که دیگه هیچی، که همین هم هست. خیلی فکر برای اینه که سر سامونی نداره. حالا توی کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته؟ توی کشورهای دیگه تعیین کننده قیمت
قیمت نهاده ها و تعیین کننده قیمت ها کیا هستن؟ اینتگریشن ها هستن. اینتگریشن ها یعنی چی؟ یعنی مثلا 300 تا دامداری با هم یک اتحادیه رو تشکیل دادن، خب همه با هم یک طور فکر میکنن، همه با هم یه نژاد میریزن، همه با هم مثلا توی ترکیه خب همینجوریه، همین نژاد گزل که هست خب اونو میارن میریزن، خب اصلا نژاد سازمانی ترکیه است. یا مثلا توی خدمتت بگم نژاد راست یا مثلا کاپ توی مرغداری. خب نکته چیه؟ نکته اینه که به دام سمنگان عزیز سلام مثلا نباشی، توی کشورهای دیگه به این شکله اینتگریشن ها. حالا مملکت ممکنه 5 تا اینتگریشن داشته باشه، 5 تا اتحادیه داشته باشه و این اتحادیه ها هستند که تعیین میکنند که قیمت ها بره بالا، بمونه همین سطح بمونه. از این ور بازار ببین هرچقدر قیمت بره بالا، این دیدگاه اشتباهیه که هرچقدر بازار بره بالا به نفع من و توه. ممکنه در اون لحظه در اون فروش به نفع مونه، ولی آدم به قول اسفانیا تو سرش باید عقل باشه. وقتی که میره بالا تو بشکن میزنی، خب مرد حسابی وقتی اینو فروختی خب فردا باید بری دوباره بره بخری بیاد، نمیخوای که از این صنعت خارج بشی که نه. خب باید با قیمت بالاتر. بره و گوسفند با هم میره بالا، خب بره و گوسفند با هم میره بالا، خرید و فروشت با هم میره بالا. پس این هنر این فقط قدرت خرید تو میاد پایین. پس افزایش قیمت به نفع من دامدار نیست. علاوه بر این که معمولا وقتی افزایش قیمت هست یک استوپی توی بازار ایجاد میشه. این استوپ توی بازار عدم خرید از طرف مصرف کننده است به هوای اینکه قیمت بخواد گرون بشه. بعد دولت هم میاد یه دونه الکی یه چیزی، آقا ما داریم گوشت وارد میکنیم، ما داریم گوشت وارد میکنیم. خب تونستی کنترلش بکنی؟ گوشت گرم گوسفند تونستی کنترل بکنی؟ خب نشد، نتونستن. ولی میخوام اینو برات بگم که دامدار موفق کسی است که فلحال همیشه از الان تا شب عید کامل تو دامداریش گوسفند باشه. تموم شد راه. ای گوسفند، ای گاوداری هم همینجور، مثل همین دام سمنگان، مثل همین مهدی، مثل بقیه دوستا. در صورتی که تو ماکسیموم ظرفیت مالیت رو به شرطی که از تولیدت نزنی، یعنی طرف میره تا بیخ، میگن از تولید نزنی یعنی تا اینجا میاد چیکار میکنه؟ میاد دام میخره. خب برای خریدن خوراکش مجبوره بره خواهش تمنا، آقا چکی میدی؟ میره روزی چند نفر به من زنگ میزنن دکتر زمانی چرا چکی نمیدی؟ چرا؟ ما خیلی خوش حسابیم. یعنی فکر میکنن مثلا طرف یه دسته چک به قول معروف 50 برگی از این چیزا صیادی ها داشته باشه دیگه گنج قارون داره. خب نه چک صیادی، بیا من یه گاف صندوق به تو چک صیادی برگشت خورده بهت بدم واسه خودت. چک صیادی چه معنی؟ یه همون چکای مسخره قبلی. خب اینا فقط الکترونیک شده پس ثبتش بکنی. اگر داستان همونه. چک صیادی داشتن تو باعث پولدار شدن تو نمیشه. این که فکر کن چک صیادی داری دولت میاد چکی تو رو پر میکنه، نه خیر، تو همون آدمی، چکم همونه، فقط حسابات بسته میشه. میدونی آیا فکر میکنی با ایجاد چک صیادی نسبت به چک‌های سیستم قدیمی آیا واقعا میزان چک برگشتی در کشور کم شده که مثلا من بیام اعتماد کنم آقا چکی به تو بدم؟ میخوام اینو بگم طرف میاد بدون اینکه نگاه کنه به اینکه تولیدم پایین میاد، از فنش میزنه گوسفند میخره، از خوراکش میزنه گوسفند میخره. بنابر چی؟ بنابر یک دیدگاه دینی و سنتی خنده‌داری که آقا من تولید کنندم، تو باید نگاه کن. میگم تو دوره‌های آموزشی تمام اینا رو آموزش میدهیم برادر. شرایط اپتیموم تولید شما قابل معامله نمی باشد. یعنی چی؟ یعنی مثل اینه که مثلا شما بیای چیکار کنی؟ شما بیای از دمای سالنت بگذری، شما بیای از تهویه سالنت بگذری،
شما بیا از آب سالن بگذری، شما بیا از یه چیزی که بسیار واجبه بگذری به خاطر اینکه بتونی 2 تا گوسفند اضافه تر بخری. از آموزشت بزنی، اینم اصله. خب یعنی طرف حاضره مثلا هزینه یه دوره آموزشی رو نده، یه گوسفند کچل اون گوشه داشته باشه که شلم هست، یه وری هم هست، یا یه بزغاله دریوری اون گوشه داشته باشه، یا چه میدونم یه قاطر اون توی چیزش باشه، شاید یه روزی به کار بیاد. خب یه عالم ضایعات و آتاشقال و کود دامداریشو نمیفروشه، میگه بذار کنش سال دیگه میفروشم. ببین این دیدگاه‌های امروزی نیست، دیدگاه‌های صنعتی نیست. ببین وقتی میگم دیدگاه تو دوره‌های آموزشی من به شما دیدگاه فکر کردن صنعتی رو یاد میدم، فکر کردن صنعتی دکوپوز نیست که تو با یه دونه فیدر با چراغ‌ها و سیستم گرمایشی و سرمایشی آفتابی از این فوتوسل ها گرم میکنی اونجا رو، تو به محیط زیستت صدمه ای نمیزنی. نمیدونم این دکوپوز و فیسا مال این کشور نیست. صنعتی فکر کردن و موفق شدن در سیستم دامپروری و دامداری ایران، اینو روی کاغذت بنویس الان. صنعتی فکر کردن میتواند در یک دامداری روستایی در به داغون هم انجام بشود و ماکسیموم سود رو عاید شما بکنه. اوکی؟ هنر اینه که تو دهات، تو جای داغون بیشترین بهره رو بگیری. خب بیشترین بهره رو تو هنرمند، اینجوری هنرمندی برادر که بتونی جای داغون بتونی موفق بشی. اگر نه با سهمیه کنکور قبول شدن که هنر نیست. نه بخوای مثلا بری تو دامداری آقای فلانی که همه چیزش درسته، مثلا یه فیدر درست حسابی داره، میاد اون میکس میکنه، مکملش رو خودش درست میکنه، خوراکش رو خودش پلت میکنه، نمیدونم فلانه 20 1000 تا داستان خودش یونجه کار. کشت و صنعت ها، خب کشت و صنعت ها دیدگاهشون اینه. خب کشت صنعت ها همه چیزشون خودشون باید، در صورتی که من اینجوری فکر نمی کنم. خب من فکر میکنم که توی روستا باید آدم موفق کار بکنه، توی روستا باید تو روی بیشترین سود رو آدم بتونه عاید خودش بکنه. حالا اینجا دعوا شد بین بچه ها. آقا من وقتی که میگم اونجا رو نگاه کن، تو نوک انگشت من رو نگاه نکن. خب وقتی میگم نگاه کن، وقتی میگم توی روستاها شرایط داغونه، نمیخواد شما دعوا کنید سر این که دهات خوبه یا بده. شرایط دامداری توی دهات بدتر از دامداری های صنعتی دیگه. چی میگین؟ حرف حساب چیه؟ عرض شود این از این. پس در نهایت اینه که شما بایستی، مثلا من دامداری من تو بین روستاهاست. خب بین 2 تا روستاست، ولی از بغل دست ما میان رد میشن. خب میان رد میشن میرن کو. آنچنان این گوسفندها آنچنان بوی بدی میدن و توی زمستون به خصوص. بالاخره ما بعد از یه عمری کار دامپزشکی کردن دیگه تشخیص میدم که وقتی یه دام خشک زیرش چطوریه، وقتی که زیرش خیسه چطوریه. خب تمام گوسفندا تا زیر گردنشون پر از چیه؟ پر از پشکل له شده. خب یعنی ادرار کرده، خوابیده رو پشکل له شده، چسبیده بهش، پشتش یه عالمه اینجوری منگوله آویزونه. خب میخوام اینو بهت بگم، مثلا طرف در سال یه بارم پشمچینی نمیکنه. خب چرا؟ حالا یه سریش از بی اطلاعیه، یه سریش از تنبلیه. اگر خریدن یه دونه قیچی 2 کارده دیگه کاری نداره. درسته؟ میخوام این دیدگاه رو بهت بدم که پول در آوردن، حالا توی رشته دامپروری، حالا چه توی گوساله چه توی گوسفند، واقعا چیز نداره. دیدگاه صنعتی میخواد، با سواد و بی سواد نداره. دوست خود من که دامپزشکم هست گاودار بود. وقتی من رفتم
توی دامداریش حالم به هم خورد. گوساله ها تا زیر چی بگم، تا یک وجب بالاتر از جناقشون پر از کود بود، چسبیده بود. به این ارتفاع کود نرم بود. حالا بچه‌ای که گاودار هستن مثل دام سمنگان یا مهدی رستمی یا بقیه میدونن که اگه زیر گاو خیس باشه اون گاو رشد نمیکنه. خب چیزش میاد پایین، به اصطلاح رفاهش میاد پایین و اصلا یه چیز داغونی میشه. در نهایت پس به با سواد و بی سواد نیست، به پولدار و بی پولی هم نیست. من آدم میشناسم از همین کارآموزای 0 تا 100 طرف 30 تا هترو داره، به اندازه یه مجموعه خیلی بزرگ داره سود میکنه. شما در صورتی میتوانید توسعه بدهید که همه چیز را بدانید. خب همه چیز رو دونستن دیدگاه صنعتی میخواد و بس. خب ولی در واقع بدون دانش و بدون سواد واقعا خداوکیلی نمیشه. خداوکیلی چرا ما با حالا خوب بدی این کار ما چیه؟ بدی این کارمون اینه که از دیدگاه منفی کسانی که دارن کار دامداری رو انجام میدن خیلیاشون اطلاعات کافی و دانش کافی رو ندارن. یعنی هنوز خیلیا اعتقاد زیادی به جو دارن، خیلیا به سنتی کار کردن اصلا اعتقاد عجیبی دارن، فکر میکنن همونه دیگه، راه همونه، بعد نمیتونی اصلا نمیتونی فکر میکنن مثلا ما داریم درسش میدیم سوسول بازیه، مثلا نباید گوش کنن، مثلا مغزشون رو نباید از حالت آکبند در بیارن، اون پلاستیکاشو بردن. دیدی مال بعضی ماشین بعضیا میشینه اینجا پلاستیکای اینو، مثلا ماشین مدل 47 تنو پلاستیکای اینش نکنده، فکر میکنه مثلا با این میشه فروختش. بعضی مالا رو مغزشون همین جوریه، مثل این آفتابگیرا پلاستیکای مغزشون رو نمیکنن. خب فکر میکنن که حیف، گناه، مثلا ناجوره. هر چقدر بیشتر یاد بگیری قطعا خیلی به نفعت خواهد بود. همینجوری که دیدید که الان ما میگم آقا توی مثلا باید دیدگاه صنعتی داشته باشید، دیدگاه درست داشته باشید. اینا دعواشون میشه سر دهات و شهر. میدونی دیگه گذشته این دوره زمانه، زمان صمد آقا و نمیدونم قوچلی و ننه آقا و اینا همه رو فیلماشو دیدین دیگه. اون زمانا این حرفا وجود داشت. الان هر کس پول داشته باشه، هر کس بتونه درآمد داشته باشه، همون آدم خوبیه، همون در رتبه بالاتریه. سلام دکتر، نظر راجع به بره‌های عربی چی؟ باز موافق نیستم. برای عربی به درد نمیخوره، 2000 نمیارزه. خیالتون راحت کنم ممکنه طرفدار داشته باشه توی بازار منطقه خوزستانا، ولی اصلا به درد نمیخوره. آیا میصرفه گوسفند خرید روستا؟ نفهمیدم منظورت چیه. آرمین عزیز سلام. دکتر میخواست بزایه براش برهش مرد، چه کار کنم؟ منظورت چیه؟ خب برهشو خاک کن، چه انتظاری داری بگم؟ کاری نباید بکنی، هر شغلی داری رها کن، برو تو شغل دامداری، به خدا همش سوده. ببین واقعا اینطوری هم نیستا. ببین خزر اگه اشتباه نخونده باشم، ببین اینجوری هم نیست که هر کاری داری ولکن برو تو دامداری. نه، من خیلی از آدم ها رو دیدم که پول داشتن و طرف مثلا باغشو فروخت یا اینکه پول داشت ماشینشو فروخت اومد توی دامداری، خب و بعد سرمایه‌اش از دست داد و رفت. چرا؟ چون آموزش ندید. همینجا الکی میگم میصرفه گوسفند خرید. منظورت چیه؟ منظورت دیگه خریدن گوسفند میصرفه، منظورت اینه؟ مخلصیم. صالح تیموری عزیز. مجیدی عزیز، آره میخوام همین داستان دقیقاً همینه. ببین هزینه فایده باید داشته باشی و هزینه فایده رو با دانش باید بنویسی، با اطلاعات باید بنویسی. ببین از سال 2011 به این ور، اینو برای توضیح بدم، از سال 2011 به این ور یه تحول بزرگی توی سیستم دامپروری ایجاد، توی منظورم دام سبکه، خب نشخوار کنندگان سبک. یک عالم اطلاعات عجیبی اومد بیرون که از اون به بعد این علم اصلا تکمیل شد. خب تو زمینه تغذیه، تو زمینه
تولید مثل تو زمینه‌های مختلف. مثلا زمانی که ما مثلا اول کاری که من درسم تموم شده بود، اگه یکی میگفت مثلا تلقیح مصنوعی گوسفند، حتما یه چکم میزدن در گوشش. خب اون زمان تلقیح مصنوعی گاو هم زورکی بود. خب و الان تلقیح مصنوعی گوسفند وجود داره، خیلی ساده، یا چند قلوزایی و 2 قلوزایی. یه زمانی اصلا آرزو بود یه نفر 2 تا گوسفندش 2 قلو میزایید، از 300 تا از خوشحالی دیگه نمیتونست بره خونه، همونجا تو دامداری میخوابید که مواظب اینا باشه نمیرن. بعدش هم مثلا به خاطر تغذیه ناجور میافتاد میمرد. ولی انصافا اینجوری هم نیست. الان دیگه سیستم عوض شده، کسی برنده است که خودش رو تجهیز بکنه. این نظر شخصی من. خب بچه لایو رو ببندم. در مورد دوره 0 تا 3 هم پرسیدید. آخر هفته احتمالاً این هفته یا هفته آینده فقط یه چیزی به من بگید، حالا که توی لایو هستید، نظرتون کلاسای در مورد کلاسای حضوری چیه؟ یه دوره حضوری مشت بذاریم ها، یا آنلاین باشه. دوره حضوری بذاریم تهران، خب 4 ساعت. یه بله بذارید ببینم، یا نظرتون رو بگید. ماشین پر شد از مگس، غذامو با خودم، ناهارمو با خودم آوردم. محسن مرادی میگه حتما هستم تهران، حتما می‌نویسم. بابایی میایاره. دوستان میگه آنلاین باشه. محسن حتما میذارم. صالح تیموری هم میگه هستم. یه دوره خوب بزنیم برای اولا کارآموزای دوره 0 تا 100 با یه هزینه خیلی جزئی. خب هزینه همون فقط سالنش و چه میدونم اینجور چیزا، ولی خیلی بهتون کمک میکنه. میدونی خیلی کمک میکنه که آدم انگیزه میگیره که چه کار باید بکنه. بعد چند تا دارو، چند تا چیز جدیدم. ابراهیم سلگی هم میگه بله 2 تا شاگرد 0 تا 100 هستن، اپلیکیشن نصب کردم، اونجا دوره پولی است که من قبلا خریده بودم، واسه باز کردم باید چیکار کنم؟ اسم و فامیل تو برای من SMS کن ساعت 11 امشب، نه الان، ساعت 11 امشب برام SMS کن، من برات به دسترسی میدم. خب با همون اسمی که وارد شدی. رضا هاشمی میگه منم میام حتما تهران باشه من میام دکتر. مهدی رستمی عزیزم، من اصلا دوست دارم تو رو ببینم مهدی، اصلا از به قول معروف از سیستمت خوشم میاد کلا. دیدی مهر یکی دل آدم میافته. من چند سال از نزدیک ندیدم، حداقل بیام. مخلصیم عزیزم آقای بابایی عزیز، قربونت برم. سلام، خسته نباشی. آدرس کارخونه خوراک طلایی کجاست؟ کرمانشاهه. میثم آذین. در مورد گیره گوسفند یکم توضیح بده باشه. به بچه خوش بگذره، چه خوشی بگذره. آره واقعا. عرض شود که آره توی مهر، ما توی آخر مهر یا اول آبان دورمون قطعا میذاریم، چون خیلی طرفدار دوره حضوری زیاده، به خصوص که من سالهاست نذاشتم. یه زمانی من دورای حضوری که میذاشتن، نکن سال 96 این همه معلم و مدرس دامپروری و نمیدونم داستان نبوده. همین تو همین پیج من، تو همینی که الان هستید برید نگاه بکنین. پست سال 96 سیبیل داشتم اون زمان و بچه ها میومدن توی خیابون پرچم. حالا خیلیاتون از اونجا اومدین دیگه. خدایی بازم پای پروار که 340 الان 280 نمیخرن. میگه به فکر ما نیستم. واقعا همینجوره مهدی نجفی. آره منم دقیقاً 340 خریدم. من خودم الان یکی از چیزامو 334 خریدم. خب الان دارم هرس میخورم دیگه، ولی نیا کن سعی کن فقط اون تعداد رو حفظ کنی، هرس نخور. اگرم به ضرر دادی رفت دیگه چاره ای نداری، مجبوری بدی بره، چاره ای نیست. براهام آب دماغشون آب میده، چیکار کنم؟ بی زحمت مواد تشکیل دهنده کنسانتره رو لطف کن و مقدار چقدر برای میشه شیری قاطی کنیم. میشه شیری یعنی شیرده منظورته؟ اگه خواستی عدد 55 اینجا نه برای من بفرست، برات چیز بکنم، براتون میفرستم. شماره منم توی چیزا هست. بچه خسته نباشید، برم کارم دیر میشه. همین که یه لایو گذاشتم، همین که دیدمتون، همین که بودید شما، باعث افتخاره. ان شاءالله میبینمتون به زودی. روز بخیر.